پشت سره. این دستی یک عاشق بزرگ است. یک وقت ما عاشق بودم. از خاطر قسم فکر کردم. به صورت ما به کار خود میرسم. میخوایم امیال یک چند غزل بشنوی. هرچند به خاطر که هنوز وقت سما. بعد از او چی شد؟ بعد از او جدا شدیم. درست است. راستش قسم ساده نبود. کسی دیگر انتخاب کرد؟ کسی دیگر انتخاب کرد، بله. خب کاراشو تو پیش میره جوانا. بسیار خوب. ما و شاید نقاط مشترک زیاد داشتیم و قناعت. بسیار خوب جور میایم. عالی است. خسته نباشین. فهرست سفارشات فصل دوم پیشنهاد شده؟ تا سر میز مجید است. هیچ نمیامدی مجید جان؟ ما هم نمیخواستم بیایم، اما زیاد ممکن نبود. چی میکنین؟ بیاز با ما دیگه چیز نماندین. منتظر امضایت هستیم. درست است. چطور است که شام یک جای بریم مجید؟ فکر میکنم بعد از حادثه دیروز کل ما به یک تفریح ضرورت داریم که روحی ما تغییر کنه. چی نظر دارین؟ اگه آقای خاموش بخواین من کدام مشکلی ندارم. مجید امشب نمیشه. به خاطر چی امشب نمیشه مجید؟ ملاقات دارم پیلین. ها اما فردا شب وعده است. اولین سفارشات ماده قرارداد کجاست اونور؟ اینجاست. خب من دیگه میرم دوستا. با امید دیدار. با امید دیدار. کجا بودی؟ در کارگاه مادرم. ما فکر کردم پشت نریمان رفته بودی. مرا شرماندی. ما مثل تو شرمیدم. شام میشه دخترم، اما اصلی هنوزم استراحت است. خب حتما خسته شده. نمیخوای بیدار شوه مادر؟ چی خود کردیم؟ اگه میفهمیدم یک کاری میکردم، اما نمیفهمم. ای قلب مصنری ما. خب این امکانات که خانه ها آماده ساخته درست است.
اما سبق چطور میشه؟ یعنی باید کمی با سبقایتان برسی برادر جان من خودم تلفنم برات گفتم اما تو همیشه گپای مجیدی نمیگیری. ماجرای دانشگاه ختم شد دیگه، تو همینجا بود. با خود بیا سبق خان. دیگه پای ناقه فراموش کن رفیق. دانشگاه تضمین کننده زندگیت است. گفتی تضمین؟ دانشگاه مثل یک کلیدی است که هیچ دری را باز کردن نمیتونه، فهمیدی؟ این کارا به دیپلم پیش نمیره رفیق. پول ضرورت دارم، پول. توبه میگه باز. من نمیفهم که تو چرا قبالای خود باور داری. مجید آرجا اغلو میشم. با این کارا مجید آرجا اغلو شده نمیتونی بیادر خاطرت تا. چرا نمیتونم؟ این زندگی است بیادر، شاید جای مام تبدیل شود. شاید من طرف بالا برم و طرف پایین. ما باز نفهمیدیم که تو بالای چی باور داری. نریمان؟ تو باز نریمان گفتی، بس از دیگه بیادر. توبه. شاین کجا میری؟ یک قلب خالی. میخوای جواب سوالی رسمت پیدا کنی؟ بله، یک قلب خالی، اما هر چیز داخلش نوشته شده میتونم. اما تو کاموختی خوابهای تحقیقت بسازی و ما مشق بیاموز نریمان. قانون روان کردم. تشکر میکنم. خانم برجه بفرمایین. امشب ساعت 8 رسیده و تل 100 بعد نفر میز خاص ریزرو کنین. درست است آقا. نمیخوایم کسی اونجا باشه، تمام میزا رو ریزرو کنین. درست است. جانان، من برجو هستم. مجید در جاغلو ازم خواستن تا برشان میز آماده کنم. بعد امشب از ساعت 8 روزی. درست است، دیگه موارد برتانده میز روان میکنم. تشکر میکنم. روز بخیر. چرا خنده میکنی؟ کاش که قسمی که گفتی میشد. من سالاست که شعر میگم، اما تو چیز را که میخوایی بفهمی میخوانی. شاهین، به جایی که آغاز کرده بودیم برنگردیم لطفا. اگه بخوای ما برگشتن نمیتونیم. ما در نصف راه هستیم نریمان. بعد از این با مشکلات زیادتری روبرو میشیم. ما باید برم دیگه. قلبای کاغذی را دور بان. اینا کدام اهمیتی ندارن. چند روز بعد اینا از بین خود رفتن نریمان. کوشش که قلب خود از بین نبری. بشیم کجا میری؟ مجید شام ملاقات دارم مادر. همراه کی؟ میشه قدر سرم فشار نیارین؟ نریمان نمیخوایم بحث کنم. از او دختر دور باش. بس است مادر. ای که با کی باشم با کی نباشم خودم تصمیم میگیرم. دستت طرف آتش دراز میکنی. اگر لازم شد میسوزم، اگر لازم شد میسوزانم. درست شد؟ لطفاً به گپایم گوش میشه اعلام کنین مادر؟ لطفاً. مجید امکان داره لحظاتی را که با نریمان سپری میکنی تلافی نداشته باشه بچه. شما چرا هنوزم درک کرده نمیتونین که ما عاشق شدیم؟ چرا قسم یک احتمالا نمیبینین؟ امکان نداره کسی بسیار زیبایی است، بسیار شیرین و شانه را که فقط یک بار در زندگی انسان رخ میترمم حس کنم؟
مجید البته که میخوایم تو هم عاشق باشی، اما بچه همراه نریمان نه. درست است، شاید تو عاشق نریمان شده باشی. بله، اما با نریمان از دست دادن و درد زیادی را تجربه خواهد کردی بچه. پس اجازه بدین که درد بکشم مادر. تو نمیفهمی که درد عشق چه قسم است. انسانم مجبور به چی کارا میسازه مجید بچه. شما مطمئن هستین؟ شما هنوز متوجه نشدین که با نریمان چی کارایی را انجام دادین و میتین؟ این اولین بار است که در زندگی پشت یک دختر میدم، فهمیدین؟ اما هر دقیقه منصرف میشم دوباره تصمیمم تغییر میکنه، به خاطر که میخوایم نریمان عاشقانه طرف مسائل کنم مادر. قسمه که من طرف حسیل میکنم. چیزی که برام جالب و خوشایند است و احساس است که وقت پشت نریمان میدوام. خوشبختی. من همراه نریمان خوشبخت بودم میتونم. درست است، لطفاً گریه نکنین، تشویش نداشته باشین. نریمان هنوز متوجه جدیت احساسات من نشده، اما باور کنین تا جایی که بتونم احساساتم ازش پنهان میکنم. یعنی مثل رابر غلک از چوبش همونطور است مجید. به هر اندازه که رابر غلک از چوبش دور کنی، سنگ به همون اندازه دور پرتاب میشه. متوجه باش که از موقف خود زیاد دور نشی بچه. چقدر مقبول جانم، هر دویتان بسیار خوب رسامی کردین. در ضمن یک گپ برات بگم نریمان در وجود یک حسه بسیار پاک و طفلانه وجود داره، باور کن. قسم میخورم اگر نیکی در این زمانه به یک دختر قلب رسامی میکنه. آی بس کنین دیگه، یک تیرام رسم کنه که تکمیل شوه. توی را خواندی؟ خواندم. او آدم تو را در غذای شب دعوت کرده، اما تو اینجا شیشتی. دعوت نکرده جانم، گفته بیا. امشب ساعت 8:30 هتل LSD منتظر هستم، لطفاً بیا. من نمیرم فخریه، در زمین او رسمی مرا دعوت نکرده، امر کرده که بیا. هرچند وامق به جانب است، به خاطر که هر وقت که خواستم رفتیم. نریمانی قسم فکر نکو، شاید گفتنیای مهم داشته باشه. دعوت‌های گذشتهش فراموش نکردیم. هر دقیقه موبایلم پیام روان میکرد، میگفت که به کنار ساحل بیا که ببینیم، یا که به یک هتل میگفت. یعنی یک آدم معمولی خو نیست دختر، بالاخره یک تاجر مشهور است. شاید آخرین لحظه برش جلسه پیش شده باشه، امکان داره نی؟ بیبی یک گپ برات میگم، تو دعوت امشب شب مثل دفعه قبل فکر نکن. یک دقیقه مجید تو را در روز جلسه در شرکت خواسته بود؟ بله. در ساحلم خواسته بودش، اما اونجا نام. فخریه بس است، نمیخوایم بشنوم. نریمان، کسی که با تو بازی میکنه او مجید نیست دختر. بله، مجید تارج اغلو ساعت 8:30 شب در LSD می باشه. در ضمن نباید بفهمه که عکسش میگیریم، درست است؟ متوجه باشین. درست است، تشکر میکنم، شام بخیر. بیرون رفته نیستی؟ بله، میخواستم که تو هم امرم بیایی. اما میبینم که درس میخوانی. اما تو نیست خواهر نازدانی؟ بله درس میخوانم. میتونی بری، برات وقت خوش میخوایم. درست است. آرزو، کاش که تو هم امرم رفته میتونستی. بسیار یک شب خوب خود بود، باور کن. تو لذت ببر.
دیگه. چی شده؟ بخیز آمادگی بگی. فخریه من هیچ جایی نمیرم. اگه گپایشای قراس باشه ها شاید هم امشب مجید دباری او پیاما برات بگوید. نه خیر فخریه ببین وقت شده. دخترم حالا بخیزین، باید بریم زود باشین. کجا؟ خانه زهرایشان. کدام گپ شده اما؟ نمیفهمم نریمان. زهرا زنگ زده گفت زود اینجا بیاین. دل من با او زن بیچاره بسیار میسوزه. قسم میخورم که بسیار پریشان هستم. عجله کنین، باید هر چی زودتر بریم. گلتر خاله شما حاله تیز اونجا برین، ما آهسته آهسته میاییم. شاهین امروز در دنیای رویاهای جدید بودی. منظورت از خانم رویاست؟ فراتر از خانم درباره رویا گپ میزنم. در دنیای من فقط نریمان است بس. میفهمم. یعنی میگی رویا را چی کنم؟ من با دیدن یک کابوس خوش هستم. جهان بعد از معرفی شدن با یک دختر بازم مجبور هستی به یکی بنویسی؟ نیستم. خب اما تو امروز با کدام کسی نوشته نمیکردی؟ نه خیر، فقط یادداشت میگرفتم. فکر کردم یادداشت نه شعر نوشته میکنی. توبه توبه. کار موسیقی را به تو میمونه. من درباره شعر موسیقی نمیفهمم. در ضمن شاهین در این وقت از یاد خودم مصروف موسیقی نساز که مرا خسته میسازه. بیادر تو چه قسم آدم هستی؟ هوشیارو کم جذاب. آقا مجید میخواین چیزی بنوشین؟ پسان غذایتان بیارم. پسانتر. خوش آمدین خاله گلتر. خوش باشی دخترم. دختران نامدن؟ در راه هستن. شام بخیر. شام بخیر. زهرا در بالاست. در بالا. بگو چی شده دخترم؟ هیچ نپرسن خاله گلتر. اصلی تا حال خوابیده. خب دایی دیگه چی گپ است؟ اما از دیشب تا حال استراحت است. آی از دیشب تا حال هیچ بیدار نشده؟ او خدای من یک بار پیشش میرم. نریمان نمیایه؟ آمدم. شام بخیر نزاهت خواهر. خوش آمدی. خوش باشین. پیلین شام بخیر مجید. چطور فهمیدی که اینجا؟ خب وقتی که منشی میذاری ظرف میکرد بس من فهمیدم. یعنی کاملا تصادفی بود. بیبی دیگه برات دروغ نمیگم، باور کن. بسیار خوشبخت هستم، اما تو نیست؟
2 نفر دیده میشه اما تو نیست. قسمی که میبینم زیاد آمادگی هم گرفتی. خب گفتم زحماتت در نره. باز ما آمدم. فعلا هم در کنارت هستم. نخواستم که تو احساس تنهایی کنی. دخترم بیدار نمیشه گلتر. بیبی چه قسم خوابیده دخترم بیدار نمیشه. چرا ای دختری قسم میکنه؟ گذشته خدا دوباره میخوایم. فکر کنم از بیدار شدن میترسم. این کار فشار روحی میگن همه تو نیست. دخترم دیسن تکلیف روحی پیدا کنه گلتر. قرار نیست تا بعد استراحت کنه زهرا. حتما بیدار میشه. بیدار شو دخترم بیدار شو یک دانه. لحاف سرش پس میکنی. ببینن لحاف چه قسم گرفته. با دستهای خود محکم گرفته. دور کردن از سرش ناممکنه. نزاعت خواهر این قسم کشش میکنه. توبه دخترم بیدار کردن کسی به او حالت درست نیست. خاله گلتر جان شما میخواین که اصلی بیدار شوا پس تصمیم خودت بگیرین دیگه. لالو بخوانیم برش یا پیش گوشش دول بزنیم. آقا مجید آمادگی غذا را بگیریم. بله تمام چیز تکمیل باشه لطفاً. با خاطر که خانم امرایی کردن نمیتونم. مجید اشتهای خوش. مجید ده بدنش طفل است اما خدا ده یک اتاق زندانی ساخته. سنش خورد است. دیسن از کجا بفهمد طفل چی است و مادر بودن چی است. خدایا تو بالای ما رحم کن. دختر من بیدار کن خدایا. بیدار شو یک دانه. بیدار میشه زهرا بیدار میشه. بیدار میشه اما تو نیست. بیدار میشه. اگه بیدار شود چی خواهد شد حال زهرا؟ به این باره فکر کردین؟ یعنی اگه من بجای اصلی می بودم بجای بیدار شدن و بعد از 3 روز رفتن به خانه خانم قدریه نریمان نخیر. اگه با مرابم دختر من دوباره روان نمیکنم. هرگز روانش نمیکنم گلتر. دختر بیچاره دوخانه بسیار درد کشیده. ثروت دارایی مال و هوس تمامشان زود گذر است. خداوند دخترای ما را عروس و کسایی بسازه که ارزششان داشته باشد. قدر دختر ما هیچ فهمیده نتونستن گل. قدر دختر ما فهمیده نتونستن. مادر آرام باشن دیگه گریه الهیم کنه زاهد دخترم مادر آرام باش. آرام باشین. چی شده؟ مادر جان باش کلونیا بیار دخترم. زهرا لطفاً آرام باش. خاله زهرا بیاین لطفاً بیاین کم استراحت کنین. بیاین دیگه. شایقه دخترم
دروازه رو باز کن. چرا دروازه رو بسته کردی؟ به دخترم ضرر نرسانه. نه تو نمیکنه زهره. شایقه میشه دروازه رو باز کنی لطفاً؟ گلدن یک کاری کو عجله کو. مادر آرام باشه. آی باز نمیکنه ای دختر. اصلی یک دقیقه چوب باشه تا بشنوم چی میگه برش. آی خدایا حالا من چی کنم؟ بیدار شو مقبولک. میشنوی درباره چی گپ میزنن؟ آهسته آهسته گپ میزنن چیزی نمیشنوم. شایقه لحاف ما بده. اصلی نه نمیشه. این قسم نمیشه. تو با لحاف چیز را پنهان کردن نمیتونی. اگر بخوایی از زندگی چیز را به دست بیاری اول باید سر پایت استاد شوی. بلند شو گفتم بتی. اصلی صبر کن. نه که فکر میکنی که فقط تو در ایالت هستی اما تو نیست. مژده میتم اصلی مژده. تو تنها بیچاره ای دنیا نیستی جانم. هزاران نفر در این دنیا بدتر از تو هستن. این همگی میفهمم. بله لطفاً درباره ذات انسان یک بار فکر کن. ذات انسان سالم است. تا وقتی که سوزن در بدن انسان تماس نکنه دردش احساس نمیکنه. هیچ کس به تو اهمیت نمیده اصلی. شنیدی؟ تو به هیچ کس مهم نیستی. از او خاطر باید به خودت کمک کنی. خودت باید خودت نجات بدی. بخیز دختر بخیز. مرا راحت بان. گفتم مرا راحت بان. اصلی ببین تو با داشتن هر درد این قسم نمیتونی بیایی بخوابی. فهمیدی؟ با خوابیدن هیچ وقت فراموش کردن نمیتونی مقبولک. حقیقت همی است. نخیر نمیشه. بله نمیشه. با انداختن لیاف سر دردت فراموش نمیتونی. اصلی تو مستحق کشیدن اینقدر درد نیستی. تو گناهی نداری. قندولک دنیا همی قسم است. ضعیفا را زیر پای میکنن. از او خاطر باید بتونی همیشه قوی باشی. نباید خودت ضعیف بسازی. بلند شو. طرف راستی لحاف با طرف چپش برات یک قسم است. نظم غمای دنیا با مردن از بین رفتنت خلاص نمیشه. حتی اگر خدا از بین ببری این دنیا همی قسم میمانه. مجبور هستی حقیقت قبول کنی. اصلی اما او طفل است نه. و تنها کسی که میتونه شکمش از سیر بسازه تو هستی. طفل تو گرسنه است. چرا؟ به خاطری که مادرش میخواه زیر پای شوه و توان بلند شدن نداره. اصلی خواهش میکنم طفلت از زیر لیاف نخوابان. بلند شو. درست است اصلی درست است. پس اینو بگی دلت که میخوابی یا بلند میشی و مبارزه میکنی؟ اصلا به من چی ها؟ من چرا وقت خودم با تو ضایع کنم؟ هر چی میخوایی بکن.
مادر جان آرام باشین. شایقه با دخترم چی کردی؟ ای خدای تو برم صبر بده. چیزی نکردم. زهرا آرام باش، لطفا آرام باش زهرا. تو میخوای چی کنی؟ اصلی خواهر جانم مگوش نشدی. ما همیال براتان غذا میارم. همیاله دخترم مادر بریم دیگه، پلیاز خدا خسته شدیم. گلدر فردا بیاین، درست است؟ درست است. شب بخیر. شایقه تو در داخل با اصلی چی گفتی؟ اما زیاد گپا گفتی برش، حداقل کمش خوب بگو. گفتم بخیز شکم تاثیر کو. یعنی فقط همقه؟ بله همقه. بلند شو شکم تاثیر کو. فقط همقه گفتی؟ بله همقه. دختر عجله کنین، بیاین که بریم. شایقه بسیار کار خوبی انجام داد. اصلی را که هیچ کس نتانست بیدار کنه و موفق شد که او را از اتاق بیرون کنه. بالای دختر خود افتخار میکنم. آفرین با شایقه. گپ پیش خود ما باشه. از شایقه امید نداشتم. هم زیاد متعجب شدم و هم زیاد خوش شدم. شناخت انسانا از خالی کردن آب یک بحر با گلاس مشکل تر از گلتر. قلب انسانا همیشه به خود و به دیگرها یک جای محبت دارن. بله بله. او را خو از اتاق بیرون کردین، اما بعد از چی خواهد شد؟ اصلی را بیدار ساختین. آیا شما بیدار شدین اما؟ آیا همه چیز مثل گذشته میشه؟ در تایره که دیده فراموش خواهد کرد؟ فراموش کردن نمیتونه. به همون خانه میره و با همونا و با همون دردها. نریمان، اگه همه چیز مثل گذشته باشه، ای که اصلی را از اتاق بیرون کردین چی فایده؟ حال درد اصلی را کی دوا میسازه بگو؟ نریمان، آدم با عقل هر چیزی که به ذهنش میگرده نمیگه، بلکه هر گپی که میخواه بگویه یک بار فکر میکنه. پدر، حق به جانب استی.
درد اصلی همگی ما را متاثر ساخت. اما درد میتا و بعدن با اصلی درد میتا. بعضا زندگی به ما یک چیز میگه و ما یک چیز دیگه میشنویم. از این که حال بیدار شد پس حتما بعد از این زندگیش تغییر خود کرد دخترم. این زندگی مربوطه خودشان میشه، باید اونا تصمیم بگیرن. باز کلتان مصروف قصه شدی؟ دفتر میری دخترم؟ راسته زیاد میخواستم که در خانه بشینم همراهتان قصه کنم، اما باید سر کار برم. خب اصلی بیدار نشده؟ نه خیر، تو هنوز بیدار نشده. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر دختر مقبولم. صبح بخیر. مادر خیریت است. فکر کنم چند سال میشه دختر آی شاید آرام باش، بسیار بد است. همین که سلطان زهرا دختر خودت دید کلاگیر فراموش کرد. من پشت خواهر خود زیاد دق شده بودم. بیا خواهر جان، بیا اینجا بشی، بیا. این نازدانه خانه ماست. بشینین که چای سرد میشه. بشینین. بیشی خواهر جان. بیشی دخترم، بیشی جانم. دختر مقبولم. آی جان مادر. خب رفیقت کجاست؟ با هوا پرواز کرده. راستی نامه امو کسی که امرش کار میکنیم چی بود؟ نهاد بود چی بود؟ بله نهاد است. خیریت باشه. نگاه کن نهاد میشناسی دختر؟ نه خیر جانم، از کجا بشناسمش؟ هم تو یادم اومد گفتم یک بار بپرسم. خب قبل از ختم دانشگاه خود آقا شاهین میخواه با آقا نهاد کار کنه. آلبوم میسازه اما با درس خود ادامه میده. شاهین میخواه که با دنیای موسیقی پای بانه. بسیار خوب، پس چانس خوب براتون میخوایم. خدا کمت نکنه. شایقه میخوایم برات بگویم که ما و تو هر دوی ما تک و تنها یک شام به غذا خوردن بریم. فکر میکنم تو پشت ما گرفتی اما تو نیست؟ بله پشت تا گرفته. بسیار خوب درک کردی. میگی ما و تو تنها بری؟ درست گفتی. ما و تو تک و تنها بریم. زود تصمیم بگی و بگو. مرا ناامید نساز لطفا. آی نمیفهمم جهان، نمیفهمم، اما یک بار باید دیباره فکر کنم. قسم میخورم که بسیار ظالم هستی. درست است. پس از این فرار کن. خدا نجات بده. نمیتونم. شایقه من همینجا هستم. استاد هستم. نام تو جهان است قندولک. بله. تو نمیتونی بدون حرکت باشی. تو من دیوانه خود ساختی. امروز صبح وقت بیدار شدی؟ بله، چون میخوایم وقت در دفتر برم. مجید دیشب چی شد بچه؟ مجید عاشق نریمان است مادر. امکان داره نریمان مجید فریب داده باشه. از او خاطر مجید. نه خیر مادر، نریمان هیچ کاری نکرده. مجید همیشه خودش از پشت نریمان میدوه. من امرات موافق نیستم. مجید نمیتونم رای نریمان آینده خوب داشته باشه. پیلین نریمان با مجید فقط یک دختری عادی است. اگه حال به گرفتن اصلی بری بار دیگه به گفای کسی گوش نمیته.
اگه قرار باشه که خانمم بگه به کسی گوش بده باز او نفر ماستم مادر نه تو باره دیگه به نریمان دست نمیزنی فهمیدی؟ تو به عنوان کی گپ برام میگی ها؟ مجید با عنوان عاشق نریمان شایقه متاسفانه که بعد از ایده شرکت بسیار میبخشین آقا مجید باید به خانم پیلین یک چیز را نشان بدم شاید برشان مهم باشه این موبایل از شماست؟